الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه سیهم از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله، نیست معبود بر حق بجز الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. پس البته این حلقه هم باقی مانده از مسائلی که به شرط دومی لا اله الا الله تعلق دارد بیان می کند. شرط دومی لا اله الا الله یقین است و یقین تعلق سخت با ایمان دارد. اصل یقین متعلق به اصل دین است و اصل ایمان است. پس بارک الله فیکم، تمام عملهایی که از قلب انسان به وجود می آید، از جسم انسان به وجود می آید، قیامش و قائم شدنش اصلش از یقین است. هر وقتا که یقین حاصل می شود، قلب تمامی عبادت ها را به جا می آورد و این چونین همین عمل با جسم ظاهر می شود. این عمل ها را انسان به جسمش هم انجام می دهد. وقتی که یقین از قلب انسان نابود شد، تمام عمل های قلب نابود می شود، مجبورا نابود می شود، خواهد نخواهد نابود می شود و بعد از این عمل انسان هم جسماً هم نابود خواهد شد. ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین ذکر می کنند و می گویند الیقین روح الاعمال القلوب التي هي ارواح الاعمال الجوارح. یقین این روحی عملهای دل هاست، آنی که روح عملهای جسم است. ببینید، یقین روح عملهای دل است و عمل دل روح عملهای جسم است. وقتی که یقین پیدا شد، عمل دل پیدا می شود. وقتی که عمل دل پیدا شد، عمل جسمی انسان پیدا می شود. و هو حقیقت صدیقیه و هو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. حقیقت صدیقی انا من یقین است. پس عملهای جسم وقتی که به وجود می آید در حالتی که یقین ندارد، این عمل هیچ به اعتبار گرفته نمی شود و هیچ فایده به انسانش و به صاحبش نخواهد داد. و بدانید که یقین بعضی از نمودش مکتسب است، یعنی انسان خودش به دست می آورد، و بعضی از نمودش توفیقی از الله رب العزت و الجلال است. اصل یقین با طلب نمودن، با دعا کردن، با کوشش و حرکت پیدا می شود، حاصل می شود. با نظر کردن، سببش را به پیش گرفتن، همه این اصل یقین، اساس یقین با کوشش و حرکت و توکل انسان به الله و نظر و سبب و آموختن علم و این چنین چیزها اصل یقین پیدا می شود. اما کمال یقین، درجه بالاترین یقین، کامل استادن یقین، این توفیق از الله رب العزت و الجلال است. یقین را شما حرکت میکنید، پیدا میکنید، اما کامل شدن یقین، شدید به قوت و خیلی خوب شدن یقین، این توفیق از الله سبحانه و تعالی است. بر کسی خواهد داد. و این چنین ابن رجب انبلی میگن توفیق این یک علمی
علمی است که حاصل می شود به قلب بعد از نظر کردن و کوشش کردن و کافتکاو کردن. بارک الله فیکم. و ابن القیم الجوزیه میگن که علما اختلاف کردند که یقین این آیا کسبی هست، یعنی انسان خودش به دست می آورد، یا که موهبی یا که توفیقی هست. پس علما میگویند که اصل یقین به کسب انسان است و اما فرعش یا که توفیقش، توفیق کمالش، کامل شدنش، این توفیق از الله رب العزت و الجلال است. بارک الله فیکم. و همین یقین علاقه بی نهایت شدید به دیگر باقی مانده شرط ها دارد. یقینی حقیقی شرعی مرتبط و پیوست به باقی مانده از شرط های لا اله الا الله است و یقین مستلزم دیگر شرط ها است. این شرط ها به هم دیگر به وجود نمیاد و این شرط یکی از مستلزمات دیگر شرط ها است، چیزی لازم بودن دیگر شرط ها است. همه این شرط ها از جهت اصل به هم دیگر به نهایت لازم است، به هم دیگر پیوست شدید دارد. یعنی هر کسی که در همون انسان یقینی حقیقی به وجود می آید، پس از این لازم می شود که این مرد به وی انقیاد پیدا بشود، حب پیدا بشود، حب التوحید، توحید را این انسان دوست بدارد و باقی مانده از شرط های لا اله الا الله به جا بیاورد. چگونه ای که هر کسی که در حقیقت دوست داشتنش حقیقی باشد، از این دوستداری حقیقیش لازم می آید که عمل را انجام بدهد، یقینش به وجود بیاید، اخلاص در قلبش به وجود بیاید، عمل را با انقاص بکند. و هر کسی که انقیاد را در حقیقت اگر انجام بدهد، این لازم می آورد که محبتش حقیقی باشد و یقینش حقیقی باشد. ببینید همه این شرط های لا اله الا الله به هم دیگرش پیوسته است. یعنی وقتی که علم پیدا شد، اگر علم حقیقی و صحیح درست باشد، بعد از این یقین، وقتی که یقین پیدا می شود، حتما خواهد نخواهد اگر یقین حق باشد، باقی مانده از شرط ها به وجود می آید. بارک الله فیکم. یا یکی از شرط ها وقتی که حقیقی شد، باقی مانده از شرط ها باید به وجود بیاد. همه این شرط های لا اله الا الله به هم دیگر مرتبط است، پیوست است. پس علما برای همین میگن که فشروط متلازمه من حیث المبدأ والاصل. تمام این شرط های هفتگانه لا اله الا الله به هم دیگر ملازم و متلازم و پیوست شدید دارد از جهتی سرشوی و اصل. و این نوم این را میگن قواعد التلازم، قاعده تلازم، یعنی از هم دیگر جدا شدنش ناممکن است. اما از جهت حقیقت هر یک این شرط، علما میگن که فالظاهر فإن الجهة قد تكون منفك. از جهت علاهیدگیش اگر هر یکش رو نگاه کنیم، هر یکش از همدیگرش جدا هست، از همدیگرش جدا هست، یک چیز خاص است. اما از حیث و اصل نگریم، از جهت اصل نگریم، همش قریب که یک چیز است. برای اینکه وقتی که یکش پیدا شد، حقیقتا پیدا شد، حب حقیقی پیدا باشد، یا که صدق، یا که اخلاص، یا که یقین، یا که انقیاد حقیقی، یا که قبول حقیقی، اگر یک اینها باشد، دیگرش حتما باید به وجود بیاد. اما از جهتی که ما اگر علاهیده نگاه بکنیم، هر یکش رو جدا نظر کنیم، در حقیقت هر یکش احکام خاص خود را دارد. به مانند ببینید مثال برای جدا بودنش علما در حقیقت ذکر میکنند، فقط یوجد عند الشخص یقین. در بعض انسان ها یقین وجود دارد، یقین به لا اله الا الله وجود دارد، ولكن لا ينقاد لها. اما این انسان به یقینش انقیاد نمی کند، عمل پا بر جا عمل را اینجا انجام نمیدهد. به مانند ابلیس، مثل ابلیس موقن به الله سبحانه و تعالی بود. موقن بود معنیش برادر عزیزم ما چی گفتیم؟ موقن وقتی که میگیم شما فهمید که موقن صفتی کسی که یقین در قلبش 100% جوش است. موقن یعنی انسان یقین دار.
برای همین ما از این بعد موقن میگیم. موقن بود. ابلیس موقن به الله بود، ابلیس موقن به توحید بود، اما از این یقین که داشت استفاده نکرد و این یقینش را چی منع کرد؟ کبر. کبر از پابرجا بودن به انقیاد، پابرجا بودن عمل، و این چنین کبر از ایمان منع کرد. یقین داشت اما کبر از عمل منع کرد. ببینید از این میبرد که در بعضی حالت، در بسیار حالت هم دیده ممکن است که در یک انسان یقین هست اما کبرش یقینش را نابود میکند. و این چنین ابو طالب، خیلی که علما میگن یقین داشت که توحیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله آورده صحیح است، درست است. پس و منعه التقلید. علما میگن که ابو طالب را تقلید و عادت و عرف عادت قومیش و از آن دینی اجداد و بابای گذشتهش که بینهایت الفت کرده بود و این بدین دینش آمیخته شدگی بود، و این چنین از ترس ملامت مردم از این دینی که یقین داشت که این دین صحیح است روی گردانید. یقین داشت که این دین صحیح است اما ترس مردم، دوستداری دینش، به عرف عادت نظر کردن، مقلد بودنش سبب شد که در کفر و در شرک باقی بماند. و این چنین هرقل پادشاه روم، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نامه نوشتند، هرقل نامه را خواند و یقین کرد که این دین دینی صحیح است و کامل است، اما به سبب ملکش، به سبب پاشاگی ریاست که از دستش نرود، به این دین انقیاد نکرد. انقیاد پابرجا عمل نکرد، یعنی نخست، قبول نکرد. و این چنین احبار الیهود علماء یهود، همه علماء یهود یقین میداند که لا اله الا الله و ان محمد رسول الله حق است. یقین دارد که این حق است. محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر الله صلی الله علیه و سلم هستند. اینا یهودا میداند 100%، اما با وجود یقین دانستنشان این حق را که حق است ایمان نآوردند و اسلام نآوردند و انقیاد نکردند. سبحان الله. پس از جهت الهیدگی وقتی که نظر میکنیم این چنین است. پس این گفته ها دلالت به یک اصل عظیم میکند. این اصل عظیم این است که انه لیس کل من حصل له اليقین یعتبر مؤمنا و يدخل بمجرد یقینی فی الاسلام. این اصل عظیم و اصل بزرگ این است که هر آینه هر کسی که بر وی یقین حاصل شده است مؤمن حساب کرده نمی شود فقط به یک مجرد یقین. یعنی همه آن انسان هایی که به اونها یقین حاصل شده است اونها را مؤمن اعتبار گرفته نمی شود و به یک مجردی و به تنها به یک یقین انسان، به مجرد یک یقین انسان به اسلام داخل نمی شود. یعنی هر کسی که در وی انسان یقین به وجود بیاد، یعنی بگوید که دین صحیح است، پیامبر صلی الله علیه و سلم صحیح است، یعنی یقین درونش که داند که همین چیز صحیح است، با مجرد همین یقین داشتنش مسلمان نمی شود و به اسلام داخل نمی شود، بلکه باید عمل بکند، انقیاد بکند، اطاعت بکند، قبول بکند. امروز چقدر انسان‌هایی است که میداند کافرها هست. امروز به کافرها وقتی که خوب نظر بکنید، بسیاری در امروز در اینترنت ها وجود دارد که کافر میگه که دین محمد صلی الله علیه و سلم صحیح است، من 100% باور دارم که این از جانب الله است، یقین دارم که محمد صلی الله علیه و سلم رسول است. آیا همین مسلمان شد یا نشد؟ لا اله الا الله را شاید نگفت یا که یقین کرد اما عمل نکرد، اطاعت نکرد، قبول نکرد.
دین رو قبول نکرد. این سخن رو گفت لیکن در خریستانیش باقی موند، در دین اجدادش باقی موند. البته با یقین فقط تنها به اسلام داخل نمیشد. پس و این چنین وقتی که عکس رو نظر میکنیم، در بعضی حالتها انسان پابرجا به عمل میشود و به ایمان و به اسلام ظاهرا داخل میشود و شاید در بعضی حالتها دین رو دوست می‌دارد، اخلاص میکند، صدقش قوی میشود و ظاهرا دینش قبول میشد. یعنی یک انسان یقینش ضعیف است، یقین ندارد، لیکن انقیاد میکند، عمل رو حرکت میکند، گفته های اسلام رو به جا میارد. یقین ندارد اما عمل رو کوشش میکند که بکند، اما آهسته این عملش سبب میشود که مسلمان در اسلامش قوی باشد، مسلمان حقیقی شود، مؤمن بشود، حبش زیاد بشود، توحیدش، اخلاصش، صدقش. اما در قلبش با وجود این شک یا که در توحید، ریب، این چنین شدنش ممکن است، یا که یک گمان، ظن در مسئله قیامت. پس بارک الله فیکم، وقتی که کوشش میکند انسان، در این حالت کوشش میکند، آهسته آهسته همه این شک و شبهه نابود خواهد شد. پس وقتی که در اسلام شک پیدا می شود، در قلب انسان شک پیدا می شود و انسان نمی تواند که این شکش را نابود بکند، آهسته آهسته این شک، از این شک حاصل می شود شک به الله رب العزت و الجلال و این شک بزرگ می شود، چرا که شیطان روز به روز این شک را قوی می کند. وقتی که انسان از یک شک کوچک به شک اصلی ایمان گذشت، به شک به الله رب العزت و الجلال بگذشت، شک به روز قیامت کرد، پس این شک این انسان را از دایره ایمان به دایره نفاق میبرد و از دایره اسلام به دایره کفر میبرد، والعیاذ بالله. از همین باب است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح گفتند: قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبهما کیف یشاء. قلب‌های بندگان بین دو انگشت از انگشتان رحمان یعنی الله هست، چگونه ای که و به جایی که خواست میگرداند، قلبشو میکند. و به همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا را بینهایت زیاد میکرد، میگفت: یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ای دیگرگون کننده قلبها، دلهای ما را در دینت ثابت نگه بدار. بارک الله فیکم. پس یقین به کدام چیزها کرده می شود، یعنی به کدام چیزها انسان باید یقین بکند. ما در مسئله یقین زیاد صحبت کردیم. شاید برادر و خواهر و شنونده بگوید که ما اگر این یقین بینهایت مسئله بزرگ باشد، اصل باشد، در کدام چیزها باید یقین بکنیم که مسلمان بیستیم و در کدام چیزها اگر نکنیم هم باکی ندارد. ما میگیم اولین چیزی که باید یقین در همون مسئله کرده شد، این به وجود الله رب العزت و الجلال. هیچ شک در وجود الله سبحانه و تعالی وجود ندارد و انسان نباید شک بکند. در سوره ابراهیم آیتی در الله سبحانه و تعالی میپرسد: افی الله شک؟ آیا در الله شک وجود دارد؟ این سیاق جمله را در گراماتیک زبان عربی در نحو میگن که استفهام انکاری. الله سوال میدهد و انکار میکند که شک وجود ندارد. در مسئله الله انسان نباید شک بکند، به وجود الله نباید شک بکند. کسی که شک کرد کافر است. مسئله دوم، الیقین به توحید الله در ربوبیتش. باید هر یک بنده مسلمان یقین داشته باشد که
الله رب العزت و الجلال این مدبر است، خالق است، رازق است، مالک است، نافع است، ضار است، ضرر رسان است، نفع دهنده هم ضرر رسانده هم فایده و ضرر از جانب الله است. یگانه از او است، هیچ شریکی ندارد. و تمام این چیزهایی که در کون دیده می شود در زیر تصرف الله، در ربوبیت الله است عز و جل، و در زیر قهر الله و در زیر تصرف الله، در زیر تدبر الله رب العزت و الجلال است. و الله چگونه ای که خواهد همان گونه اینها را تدبیر می کند و استفاده می برد. یعنی چگونه ای که خواست همان گونه این چیزها را حرکت می کند. سوم، انسان باید، مؤمن باید یقین داشته باشد در توحید الوهیت. هر یک بنده باید در الوهیت الله وحده لا شریک له، در یگانگیش، در منفرد بودنش در عبادت یقین بکند و یقین بکند که تنها الله رب العزت و الجلال مستحق عبادت است، یگانه او. و یقین بکند که همه این معبودانی که بجز الله رب العزت و الجلال وجود دارد که بنده ها از این معبودان باطل می پرستند، همه اش باطل است، طاغوت است. چهارمین در جایی که انسان یقین می کند این است که یقین به یگانگی الله در کمال مطلق بکند. هر یک مرد مسلمان و زن مسلمان باید یقین بکند که یگانه الله رب العزت و الجلال در کمال مطلق است و به این باید یقین بکند و یقین بکند به پاک بودن الله رب العزت و الجلال از همه عیب و نقصان. انسان باید یقین بکند. به دین انسان نباید شک بیاد که الله عیب دارد، شاید داشته باشد، اعوذ بالله من ذلک، این کفر است. و کمال مطلق بجز الله به کسی دیگر دادن هم کفر است و نباید در این مسئله شک کرد. و پنجمین، انسان باید یقین بکند به قضای الله و قدر الله و ایمان به قضا و قدر بیارد. ایمان آوردنش به وجه، به طریقه یقین باشد، نه ایمانی ضعیفی که فقط با زبان باشد. و باید انسان بداند که ایمانش، اسلامش، عبادتش به انسان هیچ فایده نمی دهد اگر به مسئله تقدیر یقین نداشته باشد، به مسئله قضا و قدر یقین نداشته باشد. پس باید بدانیم که هیچ چیزی متحرک را، جنبیده ایستاده را ساکت نمی کند و هیچ چیزی ساکت را نمی جنباند بجز الله رب العزت و الجلال، بجز به قضای الله رب العزت و الجلال و به قدرش و به علمش و به خلقش و تقدیرش و به مشیئت و ارادهش. یعنی هر حادثه که از این دنیا میشد، ولا تسقط ورقه الا يعلمها، یگان برگ درخت نمی افتد مگر اینکه الله میداند، به علمش و خلق کرده است و به اراده و مشیئتش میغلطد و به قضا و قدرش. سبحان الله. و باید به این یقین بکنیم، شک نیست. و ششمین چیزی که باید یقین در همون مسئله هم داشته باشیم، باید هر یک بنده مسلمان یقین دارد، موقن باشد به کافر بودن همه طواغیت ها، طاغوتان معبودی، طاغوت ها در معبود، در مطاع، در طاغوت در طاعت، طاغوت در محکمه. و باید تمامی ملتی که غیر از ملت اسلام است، تمام دینی که در غیر دین اسلام، غیر دین اسلام است، اعتقاد بکند و یقین بکند که اینها کافر است و موقن باشد و یقین داشته باشد به کافر بودن مشرکین و یهود و نصارا و غیر از اینها، از دیگر کافرهایی که در این دنیا وجود دارد، از هندوس و دیگر باقی مانده. و باید مسلمان یقین داشته باشد به واجب بودن
دشمنی کردن و بیزاری جستن و براءت کردن از این مشرکان و کافران و یهود و نصارا و طاغوت ها. و هر کسی که به همین چیزهای ذکر شده یقین نداشته باشد، شک شبهه داشته باشد، باید بداند که از اهل توحید نیست. من کیست اهل توحید؟ انا این است فایده آموزش توحید. چقدر مسلمان ها را میدانیم که امروز کافر بودن کافران را نمیدانند، کافر بودن مشرکان را اقرار نمی کنند. حتی خودی بنده در این دولت روسیه مشاهده کردم مسلمان های را که به من نصیحت کردند و گفتند که یهود و نصارا را کافر نگو. وقتی که سوره فاتحه الکتاب را تفسیر میکردم به جای غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمدم، مرا به یک طرف بردند، گفتند که غیر المغضوب علیهم را گفتی، این یهود بود، این امریکا بود، در روسیه خوب است، اما ولا الضالین را تو شرح نده، چرا که ولا الضالین این روس ها هستند، اینها یعنی خریستیان ها اهل کتاب، نصارا اهل کتاب، اینها هم راه خود را دارند. ببینید در اونجا چقدر مردم همین عقیده را دارد و این چنین عقیده در بین مردم پهن است و این عقیده کفر است و سببش هم انمین مرجئه هاست. انمین مرجئه ها هستند که کلمه کفر را به مردم بد نشان میدهند و در حقیقت در همون روز هم یک مرجئه بود که این سخن را کمی طرفداری میکرد، مصلحه و مفسده میگفت. اعوذ بالله من ذلک، از مفسده و مصلحه خودش بیخبر است که در مسئله اصول دین مصلحه وجود ندارد، مفسده وجود ندارد. این چنین سخن گفتن ناممکن است که الله امر کرده است در این مسئله ما ببینیم که مصلحه است یا مفسده است. نیست، امر الله همین مسئله است، بیان امر الله، حکم الله همین مسئله است، دیگر مسئله وجود ندارد. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، هر کسی که طاغوت را به طاغوت بودنش یقین نداند، به کفر طاغوت یقین نداشته باشد، هم طاغوت در معبود، مطاع، محکمه، به کفر دشمنان اسلام اعتقاد نداشته باشد، به کافر بودن ملت های غیر اسلام اعتقاد نداشته باشد، یقین نداشته باشد، کافر بودن مشرکین یهود و نصارا و غیرشون، به دشمنی اونها یقین نداشته باشد، دشمنی کردن به اونها یقین قلبش نداشته باشد، براءتی با یقین نداشته باشد، بداند که این انسان از اهل توحید نیست. اهل توحید کسانی هستند که به همین اینها یقین دارند و این چنین باید هر یک مسلمان یقین به نبوت محمد صلی الله علیه و سلم داشته باشد و یقین بکنند به واجب بودن پیروی و اتباع رسول الله و طاعت کردنش و به محبتش باید هر یک انسان یقین داشته باشد. هشتمن، یقین به ملائکه های الله، به رسولان و نبیان الله، به کتاب هایی که الله نازل کرده است بر مرسلین و نبیان و رسولان، به این هم باید یقین داشته باشیم. نهم، یقین به قرآن، به وجوب عمل کردن به قرآن باید انسان یقین بکند. انسان باید یقین بکند که قرآن این کتاب الله هست و بعد از این یقین بکند که به همین قرآن ما باید عمل بکنیم. امروز ببینید چقدر انسان ها در این مسئله یقین ندارند، میگن که کتاب از جانب الله است، یقین داریم، اما در مسئله عمل کردنش، عمل کردن در درون مسجد است، عمل قرآن مسئله عزا هست. تمام. وقتی کسی مرد قرآن در همون جا عمل کنید، همون هم با راه بدعت. کسی کسل شد قرآن را تلاوت بکنید، اما در مسئله حل مشاکل، در مسئله حل اختلاف، در مسئله حکم سود میگن که قرآن را استفاده کردن در اینجا جایز نیست. این عقیده علمانی و عقیده مرجعی طاغوتی است و عقیده حزبی ها همین است و امروز مدخلی و مرجعه ها آمد و این مسئله رو میگه که این کفر نیست و صاحبش هم کفر نیست. اعوذ بالله من ذلک. دهمین چیزی که ما باید یقین بکنیم، یقین به صحیح بودن دین اسلام باید داشته باشیم و باید یقین بکنیم که دین اسلام تمام پیشگذشته از خودش دیگر دینها را که از آسمان نازل شده بود، دینهای سماوی را همه اش را ناسخ کرده است، پاک کرده است و پیش از خودش را همه اش را دیگر نابود کرده است. تنها یگانه دین در دنیا باید اسلام باشد و این اسلام است و به این باید یقین بکنیم. 11 چیزی که باید یقین بکنیم، یقین به روز آخرت بکنیم.
به مرگ بکنیم. این چنین یقین به مرگ، یقین به زنده شدن بعد از مرگ و یقین به حساب، به کتاب و جزا و یقین به جنت و دوزخ باید داشته باشیم. و 12مینش و آخرینش که علما ذکر میکنند، یقین به تمام آن خبرهایی که الله رب العزت و الجلال به ما خبر داده است و به تمام چیزهایی که الله ما را به اون امر کرده است و به تمام نهیی که الله سبحانه و تعالی ما را الله نهی کرد، باید یقین داشته باشیم. و باید یقین داشته باشیم به صداقتی الله رب العزت و الجلال، یعنی به راست بودن کلام الله رب العزت و الجلال، راست بودن خبرهای الله رب العزت و الجلال، راست و صدق بودن امرهای الله رب العزت و الجلال. و به فضل خبرهای الله، به فضیلت قرآن، به فضیلت سنت باید یقین داشته باشیم و یقین داشته باشیم که همه این خبرها و به همه این امرها حق است. شک، ریب، شبهه به همه این گفته ها نداره و به همه این گفته ها یک بنده موقن می شود، صفت موقنی را می گیرد، موقن به الله می شود. وقتی که به همین گفته ها شما برادران و خواهران موحدم شبهه نداشته باشید، شک نداشته باشید، به همه اش یقین داشتید، شما موقن و موقنه به الله رب العزت و الجلال هستید. پس این یقین تحقیق نمی یابد مگرم با این چیزهای لازمی که ما ذکر کردیم، که مگرم به وجود بیاید. یعنی این یقین تحقیق نمی یابد، این یقین قبول نمی شود تا همان زمانی که همه این لازم های یقین رو ما بجا بیاوریم. این 12 چیزی که ذکر کردیم همه اش این لوازمات یقین است، چیزهای ضروری یقین است. باید به هر یکی این ما یقین داشته باشیم. اگر یقین نداشته باشیم، یقین ما فایده ندارد، قبول هم نیست. پس انسان باید تحقیق یقین بکند تا که محبتش، انقیادش، عملش که به وجود می آورد و باقی مانده از شرط های لا اله الا الله و رکنهایش که متعلق به لا اله الا الله است، محمد رسول الله است، قبول بشد. وقتی که انسان یقینش لوازمات یقین را ندارد، این چیزهای ذکر شده را ندارد، محبت و انقیاد و عمل و باقی مانده از شروط لا اله الا الله، رکنهای لا اله الا الله متعلق به لا اله الا الله و محمد رسول الله قبول نخواهد شد. و باید بدانید یک مسئله بزرگ اینجاست که به همه این چیزهای 12 گانه که ذکر کردیم که باید یقین کرده شود، باید بدانید که در هر یکی این شک کردن، این شک کفر است. مثلا شک به الله کردن کفر است. شک در ربوبیت کردن، شک در الوهیت کردن، شک به نبوت پیامبر صلی الله علیه و کردن، شک به ملائکه، نبی، کتاب‌های الله رب العزت و الجلال کردن، شک به قرآن، شک به صحت دین اسلام، شک به روز قیامت، به مرگ و غیر ذلک، تمام چیزایی که ذکر کردیم، شک کردن به یک از اینها این کفر است و صاحبش کافر خواهد شد. و به همه ضد این شک کفر است. بارک الله فیکم برادران و خواهران بزرگوارم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و یک حلقه دیگر در مسئله یقین ان شاء الله صحبت میکنیم و با همین مسئله یقین را به آخر میرسانیم. در حقیقت مسئله یقین مسئله بینایت بزرگ است، به خاطر همین ما بسیار صحبت میکنیم تا که ان شاء الله امید میکنیم که شما بشنوید و دین خود را مستقیم بکنید و در حق ما بندگان الله رب العزت و الجلال هم دعا بکنید. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا وثبتنا في الإسلام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء. الله رب العزة والجلال از تو میطلبیم که ما را همه امان را به این گفته ها عمل کردن را نصیب بکنی و توفیق بدهی و اخلاص و متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصیبمون بکنی.